الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. رواه الدارقطني. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري. امروز ناقصان به کمال رسیده اند، امروز ناقصان به کمال رسیده اند، کز خودسری به حرف سلف خط کشیده اند. این کار کاملان همه را نقل مجلس است، تا کس گمان برد که به معنا رسیده اند. این امت مسیلمه ز افسون یک دو حرف، در عرصه شکست نبوت دویده اند. از حرفشان تری نتراود چی ممکن است، دون فطرتان سفال نو آب دیده اند. به حاصل زی صحبتشان خاک میخورد، چون بید اگر به هم زی تواضع خمیده اند. بیدل در این مقام زی ادب دم زدن خطاست، حیف که لولیان همه تنبک خریده اند. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، شنوندگان محترم و معزز، دوستان عزیز و گرامی، بر هر یکی شما سراسر معلوم است که چند روز می شود که مصیبت بالای ما مستولی گشته است. یک مشکلی، یک مصیبت بالای ما آمده است که تحمل او بسیار و بسیار برای ما دشوار و صعب گشته است. دوستان عزیز، همه شما می دانید که چند روز قبل در ابتدای ایام رمضان و در ابتدای این ماه، این فصل بهاری تابان، دوستان عزیز، ما یک اختر درخشان و یک ستاره و اختر درخشان و یک آفتاب تابان از دست دادیم و فراق آن آفتاب تابان برای ما و متعلقین و اهل بیتشان بسیار دشوار گشته است که در ابتدای این ماه پرفیض و پربرکت آن آفتاب تابان و آن ستاره درخشان و اختر درخشان حضرت داملای استاد مرحوم قدس الله تعالی سره العزیز که از بین ما فراق کردند و فراق ایشان برای ما بسیار دشوار گشته است. و علما و بعضی از علما به طریق اینترنت و بعضی علما از طریق حضوری در جنازه یا اینکه بعد از جنازه یا از طریق تلفن اظهار تسلیت و اظهار همدردی برای خاندان حضرت داملای استاد مرحوم قدس الله سره العزیز بیانات کردند و اظهار تسلیت کردند، همدردی و غمخواری بیان کردند. ولکن در این اثنا یک خبیث و یک لعین و یک سگ بچه ملعون از طریق تلفن سخنهای ناسزا و سخنهای درست و نالایق به زبان نسبت شأن حضرت داملای استاد مرحوم آوردند. و در اونجا دوستان عزیز، این سگ بچه لعین، من اصلا نام اصلیش خبردار شدم، پرسیدم از نام اصلیش. نام اصلیش اسکندر بوده است که فکر کنم از مردمی سوخت باشند و کینیت او را به زبان گرفتنم برای خود حیف میدانم از جهت تنزیه نام نبی اکرم علیه السلام و نسبت او را به آن مقام خود را نسبت داده است. او را به زبان آوردن حیف میدانم که از جهت شأن و شرف آن مدینه منوره که در اوج هزارها بزرگا و دوستا و اولیای خدا به خاک سپرده شده است. دوستان عزیز، چند روز قبل برای من یک ویدیو ارسال کردن. در همین ویدیو یک سگ بچه لعین به نام اسکندر، من اصلا اول نام خنکش برای شما میمانم، شما نام و آواز خنکش معذرت برای شما میمانم، گوش کنین، شاید که بعدا بشناسین. بعدا من صحبت من انشاءالله دوام میتم. مسلمان های ملت تاجیک، امروز وقتی که بنده همچون یک طالب علم
به شما نظر میکنم و به این ملتی که به نام مسلمان تاجیکستان نظر میکنم، میبینم که از همه جانب به گمراهی و به سرکشی و به دوری از دین مردم رفته ایستادند. و شما چی فکر دارید؟ این همه گمراه شدنی مردم، این همه. خب دوستان عزیز، آوازی خنکش شنیدین، همتون شاید بشناسینش که این خبیث کی است. اصلا یک روز یک برادر به طریق اینترنت صحبت میکرد، گوش کردم یک نظم را از یک شیخ افغان زمزمه میکرد. یک شیخ افغان گفت است که احمدا برخیز که عالم در گرفت، احمدا برخیز که عالم در گرفت، جای هر یک قطب را نرخر گرفت. امروز همه بزرگا و دوستای خدا رفتن، این گونه سگ بچه ها و نرخرها زبانی درست پیدا کردن، گپ میزنن، حق از باطل بیان میکنن، سخنگوش دیان. و در این صحبتش برادران عزیز تنقید به کتاب حضرت داملا کردن که داملا حکمت‌الله در کتابش فلان فلان مسئله ها را بیان کرده است، خطا گفته است. و دوستان عزیز، من انشاءالله شاید که صحبت ما به درازا بکشه و همه ای سخن ما را این مقطع صوتی، پارچه صوتی ما در بر نگیرد از جهت مشکلات اینترنتی و مشکلات تلفن های دیگر برادرها. من در مدتی ممکن یگان هفته یا که در 10 پارچه صوتی یا 5 پارچه صوتی رد بر این خبیث ملعون انشاءالله میکنم. و اولین آن چیزی که گفتن که داملا حکمت‌الله در کتابش گفته است که تفسیر ابن کثیر نخوانین، این تفسیر ابن کثیر مقصد تفسیر معتبر است گفتن و این مضمون حضرت داملا را نفهمیدن که به چی معنا حضرت داملا این سخن گفتن. من این سخن از حضرت داملا خودم پرسیده بودم و اینم من بعد انشاءالله بیان میکنم. لکن در رفت سخن من از همین دو تفسیر معتبری که این خبیث و این سگ بچه این قبول دارد، خصوص تفسیر ابن کثیر و تفسیر طبری، از این دو من برای این دلایل میارم، میبینم که این سگ بچه این چی گونه همون تفسیر خودش قبول میکند. لکن دوستان عزیز، من یک چیز به شما اول برسانم که این سگ بچه اصلا حقوق گپ زدن نداره، چون که تلاوت قرآن کرده نمیتونه، قرآن به غلط خوانده نمیتونه، همین تلاوت عادی که کمپیرا میخوانن همین تلاوت درست خوانده نمیتونه. و من این صوتیاشم به شما میرسانم، با فکر نکنین که محمد سعید از پیش خودش چیزی میگفته باشد. مرحمت شما آوازش گوش کنین که چه غلط تلاوت کرده است. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خب دوستان عزیز، در همینجا دو تا کلمه یلهث آمده است در همین آیات کریمه. این سگ بچه فرق بین هی هوتیره و های حوض نرفته است، نمیدونه که کدام ها را به قرطق مقصد سخت تلفظ کرده شد، کدامش سبک تلفظ کرده شود. و دیگر جا میمونم، باز گوش کنین. من علم ان علم ثم كتمه الجمه الله يوم القيامه بلا جم من النار. هر کسی که علم رو داند بعد از این پنهان کند، قرآن میخواند کفر بکند. علم ان علم ثم كتمه الجمه الله يوم القيامه بلا جم من النار. هر کسی که علم رو داند بعد از این الله علیه و سلم میگویند من علم ان علم ثم كتمه الجمه الله يوم القيامه بلا جم من النار. هر کسی که علم رو داند بعد از این پنهان کند، قرآن من علم ان علم ثم كتب. خب ایشا گوش کردیم برادرها، این سگ بچه این من علم ان علمین میگه، حدیث تغری خونده نمیتونه، حدیث خوب یاد نداره، اوجا من علم ان علمین نیست، ای جاهل. علمه ای دو مفعوله هست، این علمه دو متعدی به سوی مفعول است، خودش بی نفسیه متعدی است، موصول به حرف جر آوردنش چی معنا داره؟ ای سگ بچه این تا حدیث خونده نمیتونی،
حدیث خونده نمیتونی. حدیث این خیلی نیست چطوری که تو خوندی که من علم عن علمین، این عباره خونی های تر بینن با شرم نکرده شما در منبر میبروین گپ میزنین. اونجا اصل حدیث من سئل عن علمین است. ای جاهل، من علم عن علمین نه، من سئل عن علمین. اول عباره را خشرو خوندنش یاد بگی، دیگرش گوش کنین. والله لا يهدي من لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اونهایی که بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اونهایی که به اونها حق بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي. خب دوستان ایشم گوش کردین که فرق بین بی‌آیتین و بی‌آیاتین نرفته است. طوری خوندن نمیتونه که در همونجا بی‌آیتین یا که بی‌آیاتین، بی‌آیتین یا اینکه بی‌آیاتین. خب برادرها ایشم گوش کردین، با دیگرش میتونین گوش کنین. الذين يكتمون ما و میگوید الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. اونهایی که پنهان میکنند اون چیزی که ما نازل کردیم. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. اونهایی که پنهان میکنند اون چیزی که ما گوید. الذين يكتمون ما در اینجا الذین میگه حالا اون که در آیت ان الذین هست. الذین میگه حالا اون که در آیت ان الذین هست. خب دیگرش گوش کنین. کنیم توبهشون رو قبول میکنیم، اینها رو میبخشیم، اما اصلاح شوی و بیان کنی، از باطل توبه کنی و به سوی حق بیایی. الله میگه که اولئک اتوب علیهم. ما این به اینها چی میکنیم؟ توبهشون رو قبول میکنیم، اینها رو میبخشیم، اما توبه کنی و به سوی حق بیایی. الله میگه که اولئک اتوب علیهم. ما این به اینها چی میکنیم؟ توبهشون رو قبول میکنیم، اینها رو میبخشیم، اما حق بیایی. الله میگه که اولئک اتوب علیهم. ما این به اینها چی میکنیم؟ توبهشون رو قبول میکنیم، اینها رو میبخشیم، اما چرا شما باز نمیگردید؟ الله میگه که اولئک اتوب علیهم. ما این به اینها. خب دوستا گوش کردین، اینجا آیت اولئک یتوب علیهم نیست، اولئک یتوب علیهم نیست، اونجا یتوبون نیست، اونجا اتوبو است. فرق بین مضاری، فرق بین متکلم و غایب نرفته است که در کجا یتوبو خونده شد، در کجا اتوبو خونده شد. همین قرآن عظیم الشأن که تمام زیر و زبر و حرفاش همش روشن است، این سگ بچه همو را خونده نمیتونه، با شرم نکرده در منبر برآمده بین حق و باطل صدا بلندی میکنه. خب دیگرش گوش کنین. بنده های ترسنده الله اینها علما هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. از درون از همه بنده های ترسنده الله اینها علما هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. از درون بندگان الله تنها کسانی که از الله علما هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. از درون بندگان الله تنها کسانی که از الله می ترسند، حق ترسش رو بجا می. انما یخشى الله من عباده العلماء. خب دوستا گوش کردین، در اینجا انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا که در آیت کریمه انما یخشى الله نیست، انما یخشى الله. این سگ بچه این فرق بین فاعل و مفعول نرفته است، فرق بین مرفوع و منصوب نرفته است که در کجا اگر کلمه را پیش خوانده شود، ضمه خوانده شود چی معنا میده، اگر فتحه خوانده شود چی معنا میده. این حالی فرق بین ظاهری کلمه را از دیگر ظاهر نرفته است. چی جای مانده است که از حقایق و معانی و اسرار عبارات این آدم بحث کنه. خب دوستان عزیز، یک روز یک صوتی برای من یک برادر ارسال کرد، یعنی ردیه گفتن یک شخص به همین سگ بچه لعین بود. والله علم چیست مسئله ده همین خیل صحبت میکردن، نامش به زبان نمی آورده، فقط خطابش میکرد ای ابو تکفیری، ای ابو تکفیری گفته خطابش میکرد.
لیکن من همون تصمیت همون برادر برای همین سگ بچه لعین میکنم که این ابو تکفیری لعین که مقصد نسبت شأن حضرت داملو خیلی سخنها گفتن. حضرت داملو تگی 60 سال میشود در زمان کمونیستی و سختی و اتحاد شوروی سابق تدریس و تعلیم و تربیه مسلمان ها را کرده آمد. 60 سال می شود که حضرت داملو فقط تعلیم و تدریس کرده است. این قدر مقصد مسلمان ها را تعلیم اسلام کرده است، تعلیم دین کرده است. امروز یک سگ بچه لعین تو میبروی عباره خوانده نمیتونی، حدیث خوانده نمیتونی، آیت قرآن خوانده نمیتونی، تو با تنقید میکنی، تو با گم میزنی. انشاءالله من در این غلط ها و مشکلاتی تو انشاءالله در آینده در رفت سخن میپردازم و انشاءالله برای ایرم هر یک جواب میگم و ناگفته نماند. او کسایی هم که در کامنتر در همون ضمن صحبت خود دیگر چیزهای برای تایید سخن خود صدا بلندی کردن، مقصد نوشته جات کردن، دیگر چیزا نوشتن و اون هم انشاءالله خدا خواهد در رفت سخن جوابش میگردانیم. خداوند منان جوانای ملت ما را، خصوص افراد جامعه ما را خداوند از این خیل خوارج، از این خیل وهابی ها و سلفی های خوارج نگه بدارد که با غلط و با گمراهی و با مشکلات نروند. خداوند همیشه این جمعیت ما را از فتنه‌گرا و از تفریق اندازا خداوند نگهبان باشد. هدانا الله تعالی و ایاکم و کل المسلمین الی سواء السبیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.